بابا سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید. امروز قراره چند تا آموزش مهم بهتون بدم، پس حتما تا آخر ویدیو باشید که به دردتون میخوره. این ویدیو بسیار زیاد به دردتون میخوره برای اونایی که نمیدونن. پس کامنت بذارید، سابسکرایب هم بکنید، لایک هم بکنید. برو بریم سراغ ویدیو. خیلیتون شده که اسمتون به این تغییر کرده، اوکی؟ و شما میخواید تغییرش بدید. کارت اسمم ندارید. وقتی میخواید کارت اسمم بخرید میبرتون توی همچین صفحه که اینجا کارت اسمه و 200 سی پی نمیتونی اسمت تغییر بدی. روشش اینه: شما رو 200 سی پی کلیک میکنید. اینجا دو بخش داره، یه دونه سی پی، یه دونه پول. اینو هر چقدر دلتون خواست، یه دونه هر چقدر دلتون خواست میدید میخرید. حالا من یه دونه خریدم، 1000 تا پول جی میتونید بخرید. بعد که خریدید میاید اینجا اسمتون رو به این تغییر میدید. مثلا من الان میگم تایید رو میزنم، اینو میزنم بهم همچین ارور میده، نمیشه. میایم تو بخش ستینگ، این بخش رو میزنیم. بعد میایم تو این بخش، اینو آف میکنیم. اسممون برمیگرده. حالا نمیدونم برای بقیه اسمشون تغییر میکرد، خب ولی واسه من باز هم تغییر نمیکنه. کلا واسه من تغییر نمیکنه. اسمم نمیدونم چرا تغییر نمیکنه. هر اسم میخوام بذارم تغییر نمیکنه. حتما شما تست کنید، شاید تغییر کرد. این کیه بابا؟ شاید تغییر کرد. آخر ویدیو هم به ارائهتون یه سورپرایز خیلی خفن دارم. خیلی خوب بچه‌ها، میریم حالا تو این بخش. لا شما نمیخواید برید توی این بخش، دلتون خواست برید، دلتون هم نخواست که نرید. خب میرید تو این بخش. خب خیلی خوب. بعد که رفتید تو این بخش میرید حالا گانمو برداشتم. خب شنیدم دیدم که بازی اونایی که تازه کارن و میخوان پرو بشن اینه بازیشون کلا اینجوریه. بدید نشونم اون تیکه رو. بازیشون کلا اینجوریه و اینجوری اصلا رفت داخل. نمیدونم آدم بیاد. بله دیگه بازی خیلی باتون اینجوریه و الان بهتون ترفندشون میگن چجوریه، چجور باید اینو خاموش کنید که مثلا بتونید چیز کنید. از دور میاد تو بخش ستینگ، همین بخش میاد تو بخش اپیک. نمیدونم اپیک نه اپیک نیست، میاد تو بخش دومی تا تپ پوینت. خب اینه که FOV آخرش هم TPP. اوکی، اینو میارید رو 80 تا آخر. باید چه تغییری کرد؟ این تغییرش اینه. خیلی بازی خفن تر شد. ویدیو قبلی هم براتون تنظیم رنگ گذاشتم. اینه تنظیم رنگی که الان دارم. بنظرتون همین کافیه براتون؟ نه بنظرتون این براتون خوبه؟ این همون تنظیم رنگی که بهتون نشون دادم.
یا مثلا براتون این تنظیم رنگو بذارم که از این استفاده کنید. هر خودتون انتخاب کردید و این بذارم من همون تنظیم رنگ بهتره، روشن‌تره. گرافیک بازیتون هم یه حالتی میکنه انگار رفته بالا. رو من میذارم رو همون اینه. حتما بیاد تست کنید. بله دیگه در تلاش به شلاقی زدن. خب اشغال من بیرون بریم واسه سپرایز آخر ویدیو که بهتون نشون دادم چیه بهتون گفتم که قراره اینو بهتون سپرایز قراره بهتون نشون بدم، چون یه خبر خوب دارم الان که روز جمعه براتون ویدیوشون دادم. الان بهتون میگم. بچه‌ها بریم اکانت خودم رو ببینیم. خبر خوبم اینه، سپرایزم اینه. خب اکانتم لولش 103 ستاره است. اینا رو داره، اینا رو داره. حالا من خودم قاب نمیذارم. اینا رو هم داره. اولشون 4 تا لجندم داره که من خودم اینو گذاشتم. الان پشیمون شدم ازش. اینو میخوام بذارم. اینو میذارم. اینو گذاشتم و بریم سراغ وسایل اکانتم. بچه اکانتم زیاد خوب نیست اکانتم. 2 تا لجند ساده اینجا داریم. 46 تا اپیک داریم، 100 هم ساده. اسکینا 16 تا چیز داریم، اپیک داریم و ساده ها هم 4 تا ساده دیگه. این اپیکاست. ماشینم اینه که این هلیکوپتر و گوست اسرائیل با سی پی گرفتمش، با سی پی رایگان. یه تو نسخه جدیدم کار نمیکنه، تو سیزن الان کار نمیکنه. من توی سیزن دیگه بوده که من گرفتم و دیگه استفاده کردم، تموم شد رفت. دیگه نکاندم بود. حالا اون خبر خوبی که بهتون گفتم داریم چیه؟ بچه نگاه، اونایی که نمیدونن، خب بعضیاتونم میدونید، اونایی که نمیدونن جمعه ها آلکادراس باز میشه. آلکادراس یه چیز شبیه بتل رویاله ولی توش 40 نفره و همیشه هم جمعه ها باز میشه. خب اینو در نظر داشته باشید، جمعه ها باز میشه ولی آره جمعه ها باز میشه و هر جمعه باز میشه، ساعت هم نداره. جمعه باز میشه، راحت از خواب بیدار شدید میتونید برید گیم بزنید واسه خودتون، عشق و حال به راه کنید. و آره بچه یه بخش از تورنمنت، خب روز جمعه براتون ویدیو میذارم، آموزش گرفتن 300 تا سی پی رایگان براتون میذارم. آموزش گرفتن 300 تا سی پی رایگان. من بهتون یه نشونی بدم، حساب کنید. من بهتون یه نشونی بدم دیگه. اینجا شما این بخش اینا رو میبینید. شما آلکادراس پلی میدید وقتی بهتون اینو بده. خب این به چه درد میخوره؟ میای تو این بخش تاب کنید. کجا بود؟ کدوم بخش بود؟
خب میری توی یه بخشی بودا، چرا الان نیستش؟ نمیدونم به چرا نیستش. یه بخش بود اون سیپی رایگان میداد، از اونا میخواستید تو آلکاتراز میتونستید هر باری که آلکاتراز باز میشد میتونستید در خودتون سیپی رایگان بگیرید مجانی، هیچ هرچیان پولی. نمیدونم کجا بود، حالا براتون میگم اگر فهمیدم. خیلی خوبم دیگه. ویدیو خوشتون اومده باشه، لایک کامنت دنبال کردن یادتون نره. تا ویدیو دیگه خدافظ.